سلام رفقا، خیلی خوش اومدی به ویدیو جدید از کانال مستر خونه. امروز اومدیم با چراغ قوه‌ای که ادعا میکنه 15 واته و کل کوچه رو براتون روشن میکنه. امروز میخوام ببینیم واقعیه یا نه. قبل از شروع شدن ویدیو حتما کانال رو سابسکرایب کن، چون ما تازه کانال رو شروع کردیم و به حمایت شما نیاز داریم. بریم سراغ تست و بررسیش. اول از شکل و شمایل رو شروع کنیم. شکل بسته بندیش شکل کوچیک با یه بسته بندی جمع و جور خوب و سبک، یه چیزی تو دستیه. حالا بریم داخل شو ببینیم. یعنی اصل کاری خود چراغ قوه داری که میبینیم. وقتی باز میکنیم با یه کابل شارژ تایپ سی مواجه میشیم که یه کابلیه برای مخصوص شارژ کردن چراغ قوه است و خود چراغ قوه که یه ظاهر باریک و جمع جوری داره با قابلیت زوم کردن. داره میدیم جلو زوم میشه و میدیم عقب، حالت اولش برمیگرده. این خود چراغ قوه است و اینم یه دونه بدیدشه. خودش که ادعا کرده میدونن کل کوچه رو برای شما یا جنگل و یا مثلا جای تاریک رو روشن کنه و 15 وات. اول بریم برای تستش. یه تست کوچولو بگیریم. تست نورش اینه، حالت چشمک زنشه. اینجا حالت این 6 LED داره برای موقعی که میخوای کار کنی. اینو اینجا میذاری کارتو انجام میدی، اینطوری میذاری. مثلا اینجا کاری رو میخوای انجام بدی روی میز، چراغ رو میزی مثلا. حالت قرمزش هم هست، قرمز چشمک زن و همینا بودن حالتاش. بریم تست کنیم ببینیم آیا شب و روز میکنه یا نه. اول چراغ رو خاموش کنیم. همونطوری که میبینی کل جا خاموش و برمیگردیم و اینجا. خب بریم تا روشن کنیم. بله خیلی جوابه. اینم حالت زومشه که حالت زومش اینطوریه. به این حالت وقتی روشن میشه اینجاش حالت سبز در میاد. یه دونه دیگه میزنیم نورش کم میشه و یه دونه دیگه میزنیم حالت چشمک زنه. تو خوشگل منی. خب همونطوری که میبینی یه دونه دیگه میزنیم LEDش خیلی این پر نوره. رو سقفم اگه بخوام ببینیم خیلی پر نوره. حالا یه دونه دیگه حالت ترسناک به شما میده و چشمک زن. اینم خاموش. بریم روی بیرون تست کنیم. بریم ببینیم جوابه یا نه. این از بیرون اینو بذار خب همونطوری که میبینی الان چرا بذار دستم و روشن میکنه. اول حالت زومش که میبینی اون بالا پشتمونو روشن کرد و حالت اولیش که اینه. یعنی کل پارکینگ رو شنان دنا رو نگاه کنید. واقعا جواب
واقعا خیلی خوبه و بردش هم خیلی زیاده. من دیروز روی دکل توی خیابون تست کردم، واقعا جواب بود. نگاه ناردین اینم چشمک زن، اینم این الیدیش و اینم حالت قرمزش و چشمک زن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لطفا نظرتون رو کامنت رو بهم بگید، لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید حتما. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خدا نگهدار.